باقر محقق فرزند محمد محقق کشته شد. روحی 1398. وزارت داخله افغانستان تاکید کرده است که محمد باقر محقق فرزند محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی وحدت ملی افغانستان صبح امروز توسط برادرش حسین محقق به قتل رسیده است. آقای محقق میگوید که فرزندش محمد حسین محقق سابقه چندین ساله تکلیف روانی داشته است و در این اواخر مریضی وی حاد گردیده بود و برادرش را صبح امروز هنگام خواب بود مورد هدف قرار داده و به شهادت رسانده است و به تعقیب آن به سوی کارمندهای امنیتی که برای مهار حادثه و دستگیری و اقدام نموده بودند فیر نموده و چند تن را زخمی می سازد و سرانجام توسط نیروهای امنیتی محلی آنجا دستگیر و به شفاخانه انتقال داده و موضوع همانجا ختم گردیده است. این در حال است که باقر محقق سال گذشته در انتخابات پارلمانی از کابل نامزد شده بود ولی موفق به راهیابی به پارلمان نشد. وی از نزدیکترین افراد به پدرش بود و در شماری از سفرهای خارجی محقق همراهی میکرد. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.